خب من خیلی که ببینید همین فقیر ما 10 لیتر ما دو فقیرش همین 1 کروبکو میشد. من 3 کروبکو یعنی 3 قوطی ما 1 متر کوادرات کرم کالیفرنیا همگی 6 قوطی 2 متر کوادرات بندوبست کردی شده. من از بیرک کردی یعنی که بعد تشنه ها من از هیچ نوع کرم ها برادرها همه سوپ سرخ اینا با اکم اوچه بچه اوچه‌اش همش در حالت تخم گذاری فرمایش داده بودن. ببینید خیلی زیچ است. من مثل گوشت هر یک ببین با پنجه من همین گونه گرفته با یعنی که فقیر می اندازه. هر یک پنجه زده ما من همین گونه باید زیچ با آذوقه های با اشتها خوردی سوداش باید باشد. من این بچه هاش به هم بسیار برادران دیدید یعنی که اگر سلامتی کرم ها خوب باشد یعنی که نمناکی گرمی آذوقه تامینات هوا همش خوب باشد کرم ها من همه خیلی گونه سوپ سرخ خوش رو چقم میشم برادران. یعنی که هر یک پنجه زده ها با همین گونه باید زیچناکی باشن. بله چقدر کرم چقم خب با همین گونه برادران با فقیر انداخته بعدا برده به قوطی ها می اندازیم. شخصونه که خوش خریداری کردنی کرم کالیفرنیا و بیاگومسی آلو صفت هستن مرامت رقم های ما زنگ زنید فرمایش دهید. کرم های آلو صفت رو از شرکت اکوهایات با صفت بلند و خدمت رسانی آلو خریداری نمایید. این ببینید چگونه بچه‌اش به حد بسیار است. السلام علیکم همداران عزیز مخلصان کانال اکوهایات بیاگومس تاجیکستان امیدوارم همگی خوب هستید. همداران عزیز امروز عادلکم از ناحیه عینی اصلا زاده ناحیه عینی حال استقامت کننده شهر خوجند در 8 میکرورایون مدت 10 روز میشد که از شرکت ما یعنی شرکت اکوهایات 2 متر کوادرات کرم کالیفرنیا فرمایش داده بودند. بعد از فرمایش داده مبلغش رو پرداخت کردم. ما با یاری همراه عادلکو یعنی شرطنامه کردیم مدت 10 روز میشد که عادلکو مدت 10 روز باز از ساختن بیرکتور تا آذوقه ها نمناکی ها همش رو موافق طلبات های ما تیار کرده. من امروز جای ها همش قاعده تیار شد. بعدا کرم هایشان رو بندوبست کرده من عادلکو اومدن حاضر کرم ها رو داده استادیم. یک چند سوال میدیم. مقصد عادلکو مدت 4 5 زیادتر بود اختم میکنم 4 5 گاو در خانه داشتن. گاو ها پرو بسیار است پرو یعنی که بش همسایه‌ها رو ناراحت میکنن یعنی که پرو برای آدم معما شد. بعد از اون که معما شد ما این آدم خواهش پیدا کرد که همه کرم کالیفرنیا خریدار کرده کارکرد کند و زمین‌های خود رو با سومناکش رو بلند برداشته محصولات 100% طبیعی برای اهل عائله‌اش و از خودشون برای اضافهش رو برای مردم عزیزمان استحصال کنند. اکنون یک چند سوال داده میگذاریم. اکوی عادل جان یعنی که بعد از اون که شما کرم رو فرمایش دادید مبلغش رو پرداخت کردید ما هر یک قدم اجرایشی کار رو برای شما قدم به قدم مدت 10 روز پورا آموزانی دادیم اکو. بله همین طرز جریان آموزش برای شما حتما موافق گفتگوهای ما موافقت کرد یا نه؟ بله حتما موافقت کرد. چی که شما گفتید ما از روی عمل کردیم. من نتیجهش بهتر میبینیم خدا اگر خواهد ان شاء الله. یعنی که شما آمدید ما ها گفته کرم داده پولش گرفته جواب ندادیم. نه ما شما بسیار مصلحت آوردیم برای اون که شما در نیمه راه نمانید به خطا راه ندهید به مبلغ خود نسازید. ما شما رو پورا راهنمایی کردیم تا از ساختن بیرکتور تا جابجا کنی کرم ها یعنی به یک وقت خطری نابود شوی. همین خلاص بله هر یک چیزی که گفته شنید کردیم 100% اجرا کردیم. یگان شکایت دارید اوید خدمت رسانی ما کو؟ نه یگان شکایت نیست. توصیه میدید شرکت اکوهایات رو به دیگران؟ توصیه میدیم که مرحمت خالصا لله گوید کو خالصا لله ما توصیه میدیم که بیاد در سوی گذارید مصلحت های من آدم گیرید ان شاء الله که نقد میشه. یعنی که ما همین مدت 10 روز به عادلکو همین 70% همین نازوکی کرم پروری ما شما همچون خالصا لله بی پول آموزوندیم. همین خلاص بله بی پول آنچه چیز رو خوب آموختید البته. یعنی که هر یک چیز باید استاد داشته باشه ده بله خواهد که تیز به نتیجه رسید. خب انا اکنون اون کرم هایی که شما خریداری کردید من اومدید ما خیلی که از روی گفته‌ها ما کرم شما دادیم زیچناکیش بچه هاش کرم ها در حالت تخم گذاری یعنی که دو جان سلامتیش همش برای شما معقول بوده که 100% معقول. من برادر با کرم رو خودی دستی من دستی خودم من کرم
زیچناکش خوب سرخه برای چی من سوپ سرخ میگم وقتی که سوپ سرخ همین خیلی یالترسای زیاد است یعنی که کریم سلامتیش خوب ببینید حرکتش چرخون تیز همین خیلی است مخلوط برای شما کو البته این شما روزی های دابور گرفتی تو ما 100% روزیم من برادرو 6 قطعه 2 متر کوادرات با اودلکو ماشینشون بر کرده دادیم عادل باشید مبلغ دادگی روزی میکو خدا البته الرحمن سلامت باشید